مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 21 ایول سال 2021 تخمینا ساعت 15:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا جاوید بصیری سنگالیویچ سال تولدش 1983 ساکن جماعت دهات قمسنگر نویه بلخی هنگام حرکت از سمت مرکز نویه بلخی به سمت نویه جیهون در شورای دوشنبه بختر 5 پایان در حدود جماعت دهات نوایی از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبر آمده دوچرخران نابالغ عمرف ابراهیم ضیاءالدینویچ سال تولدش 2007 ساکن جماعت دهات نوایی را پخش کرده است. در نتیجه نابالغ عمرف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.